السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارون و مداران عزیز گرامی قدر، الله ذوالجلال همه ما و شما را نصیب گرداند. دعا کنید که خداوند پدر و مادر خود ما و از شما را بر اینجا و مکان مقدس نصیب گرداند. الله همه بیمارا را شفای کامل عاجل عطا فرماید. اکاها و دادرامون، ابا و خواهرامون الله هدایت کنه و رزق روزی حلال نصیب شون گرداند. در کسب و کارشان برکت عطا فرماید. همه شما را اکا و دادرا دوست می‌داریم و اپا و خواهرا می‌خواهیم که در اینجا مکان مقدس باشین با همراه ما. افسوس که متاسفانه از بین چقدر آدم یک آدم با همراه ما آمد. همیشه هم شکرگزارم الحمدلله که یک برادرم که آمد، این برادر مادرش بیماره. دعا کنید که خداوند مادرش شفای کامل عاجل عطا بفرماید، از خزانه غیب باشه. دعای مؤمن برای مؤمن اجابت است. با اون خاطر برادران عزیز دعا کنید که مادرش خداوند شفای کامل عاجل عطا فرماید. اینجا موضوع مکان است که دعا اجابت می شود. با دعا باشین، در امان الله باشین. پدران عزیز و مادران عزیز و کسانی که بیمارند الله اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.